وقتی که دعا میکنید با آدمان درویه مانند نشوید. آنها در جماعت خانه و سری کوچه ها ایستاده دعا خواندن را دوست می دارند تا که همه آنها را بینند. براستی به شما می گویم آنها الکی مکافات خود را گرفتند. اما هنگامی که شما دعا می خوانید به خانه اتان در آمده در را پوشید و به پدرتان که نانمایان است دعا کنید. آنگاه پدرتان که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست به شما مکافات می دهد. در وقت دعاخوانی نیز مثل غیر یهودیان رفتار نکنید. آنها در دعا بسیار گپ‌های بیهوده می گویند، چون فکر می کنند که اگر دور و دراز دعا کنند دعایشان شنیده می شود. به مانند آنها دعا نگویید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که طلب کنید می داند. پس شما این طور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. بگذار پادشاهی تو بیاید. خواست تو که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود. رزق و روزی امروزه ما را به ما بده و کارهای بد ما را ببخش، چطوری که ما نیز آنهایی را که به ما بدی می کنند می بخشیم. ما را به آزمایش دچار نکن، بلکه از شیطان رهایی ده. اگر شما آدمان را که در حقتان بدی می کنند ببخشید، پدر آسمانیتان هم شما را می بخشد. ولی اگر دیگران را نبخشید، پدرتان هم شما را نمی بخشد.